از ما بهتران، ای قدرتمندان، ای میترایی ها، ای حاکمان نواز، ای سیاهی ها بر کار بود ضعیف مخالفین تسلط یابید و آنان را به کامتان فرو برید، فرو برید. آنچه سجده نکرده بله می کند، پس شما خدمتگزارانش را فرا می خوانم، فرا می خوانم. سلام. بقیه از تو خجالتی ترن. بیا بنشین. سلام عزیزانم. مردم میگویند وقتی شما تنها هستید نباید مزاحمتان شوید. نه، شما مزاحم من نیستید. بنشینید. به سن سال شما که بودم همراه پدرم داوود نبی به اینجا می اومدم. او بر این تخت سنگ می نشست و با صدای زیبایش آیات زبور رو تلاوت می کرد و همه کوه ها و پرندگان با او هم آواز می شدن. پرنده ها با شما هم صحبت می کنند؟ پرنده ها. برادر، مردم آماده شدن. این پادشاه ماست که نزول اجلال می‌فرماید؟
درود بر سلیمان نبی. درود بر سلیمان نبی. درود بر پسران داوود نبی. درود بر سلیمان نبی. خوش آمده جناب سلیمان. به دعای شما محصول از سالهای گذشته بیشتر شده. آیا پیامبر خدا برای شروع درو ما را دعا نمی‌فرماید؟ خداوند این روز را بسیار دوست دارد. روزی که در آن انسان‌ها کاشته‌های خود را برداشت می‌کنند و هر آن کس همان چیزی را درو می‌کند که کاشته است. پروردگارا، برکت را بر این سرزمین افزون نما و ما را در مدار یکتاپرستی یاری فرما. حال به اذن الهی شروع می‌کنیم. سلام. سلام. سرورم سلیمان. محبت کردید. میریم عزیزم، شما چرا اینجا آمدید؟ دلم آرام و قرار نگرفت. چه سالهای پر نعمت و برکتی. اینها همه از فضل پروردگار ماست. این چه ماجراییست؟ هرچه هست همینجاست.
خورشید را برایم باز گردانید. که سعی کردیم ملک مورد نظر خدا رو در این سرزمین پیاده کنیم، طوری حکومت کنیم که او راضی باشد. پس این چه صحنه‌ای است که سر راه من قرار می‌دهد؟ از من چه خواسته ای دارد؟ از ملک من مانند جسدی بیرون آمده است، در مقابل آن ملک تو در پایان دنیا. خداوندا، من کجا و آن سلطنت متعالی تو کجا؟ سلیمان، بارها تو را برای ایتاء محبت‌های خاصه برگزیدیم. یادآر آن هنگام که بر علم پدرت داوود
و تو افزودیم و بر بسیاری بندگان مؤمنمان فضیلتتان دادیم. آن زمان که کتاب و حکم و نبوت عطایت کردیم به سویت وحی کردیم و به رسالت برگزیدیم. اما بدان که بسیاری از مردمت هدایت نیافته و از شیطان پیروی می کنند. پروردگارا، پس به من ملکیت کن که تا پایان دنیا و بر پایان ملک عظیم به کسی عطا نخواهی فرمود که تو بسیار بخشنده. کلیه سران قبایل و کاهنان کشور را خبر کنید تا هر چه سریعتر به اورشلیم بیایند. ما وارد ماجرایی بس عظیم میشویم، بسیار سخت. جناب یزار، خوشحالیم که دوباره به دیدار عالم بزرگ اورشلیم نائل شدید. ما را نزد پادشاه همراهی می‌کنید جناب یزار؟ خداوند متعال در صحنه ضعف ملکمان را به من نشان داد. پس از او تقاضا نمودم ملکم را رفعت دهد و اراده او بر این قرار گرفت. ملکتان را رفعت دهد؟ یعنی بهشت ایجاد کند همچون بهشت پایان دنیا که سراسر نعمت است و کمال و تعالی انسانیت. بهشت موعود که بنی اسرائیل به خاطرش به این سرزمین آمد، ولی حالا وضع این است که می‌بینید تا زمانی که بدی و شرارت در این دنیا وجود دارد آن بهشت الهی محقق نخواهد شد. برای رسیدن به آن باید از فتنه‌های مخوف عبور کرد. چه فتنه‌هایی جناب سلیمان؟ فتنه جنه و شیاطین. از حرفای شما سر در نمی آوریم. چه اتفاقی میخواهد بیفتد؟ در زمان هبوط حضرت آدم عوالم از یکدیگر جدا شدند. به زودی برخی از آنان دوباره به هم ملحق خواهند شد. اجنه و شیاطین که در دنیای خود به سر میبرند خشن و غلیظ شده و به ما نزدیک میشوند، نزدیک و نزدیکتر، و در نهایت وارد دنیای ما می شوند. آن بهشت الهی محقق نخواهد شد مگر در جنگی خونین دشمنان بشریت از میان بروند. این حرفا چیست؟ کدام ملک؟ کدام جنگ؟ ما را به سخره گرفته ای؟ کاملا جدی هستم. برای همین از دورترین نقاط کشور شما را به اینجا دعوت کردم. و از ما چه میخواهید؟ همراهی و کمک شما را در مهار این ماجرا. جناب سلیمان، شما چه دلیلی بر اظهارات خود دارید؟ کدام یک از ما بزرگان دین چنین تفسیری از تورات را تایید کرده ایم؟ من به شما گفتم که از خداوند تقاضا نمودم و او هم خواسته شما را پذیرفته. آیا غیر از شما شخص دیگری هم شاهد مکالمه خدا با شما بود؟ از کجا بدانیم که اینها همه در وهم و خیال شما رخ نداده؟ این چرخی است. شما از رسالت پدرمان داوود نبی و برادرمان سلیمان نیک آگاهید و خوب میدانید که خداوند چه چیزهایی بر آنان عطا فرمود. هیچ چیز نمیدانیم. آنچه به عنوان معجزات پیامبریشان نقل می شود نزد ما علمای یهود هیچگاه ثابت نشد و هرگز دلیل محکمی بر رسالتشان ندیدیم. اما من میگویم همه این حرفها برای سرپوش گذاشتن روی ضعف حکومتتان است. شما خود را پادشاه مینامید، پس مسئولیت هر پیش آمد متوجه خود شماست. بهتر نبود به جای تظاهر به مردم دوستی
در اداره امور کشور از ما کمک میگرفتید تا حال مجبور نباشید به این داستان پردازی های عجیب و غریب متوسل شوید و از ما انتظار داشته باشید قبایل خیش را برای یک جنگ موهوم بسیج کنیم. این شما نبودید که به پیروی از داوود هدایت بنی اسرائیل را از ما گرفتید؟ کتاب زبور او را حاکم کرده و کتاب‌های ما را از میان مردم طرد کردید. شما حتی تابوت عهد را در انحصار خیش نگه می‌دارید، در صورتی که ما علمای یهود وارثان شریعت موسی هستیم. از موی سپید و پریشان ما در مقابل جوانی خود شرم نمی‌کنید. هیچ یک از پیامبران الهی نوح، ابراهیم، یوسف، موسی چنین ادعایی نکردند. آن مردان خدا هیچگاه نگفتند میتوانند بهشت خدا را روی زمین برپا کنند یا بر علیه شیاطین نادیده لشکرکشی به راه بیندازند. آنها در کمال مظلومیت به پیشرفت دین و ترویج خداپرستی پرداختند و در این راه چه فداکاری ها که نکردند. درست میگوید. ما آن زمان هم به پدرش داوود که کودک 9 ساله را جانشین خویش کرد اعتراض کردیم که حکومتداری تجربه میخواهد. تجربه! به شهرهای خویش بازگردید ای بزرگان بنی اسرائیل. عالی جناب، کجا می روید؟ بیایید راهی پیدا کنیم. شاه، پسر معارف، خاندان افرایم را فراموش کرده ای که طرفداری از سلیمان میکنی؟ به دیگر افسران نیز پیام ما را برسانید تا کی میخواهند علیه قبایل خیش قدم بردارند. باید زمام این امر را خود به دست بگیریم. شما عزیزان من به شهرهای مختلف رفته و پیام مرا به مردم ابلاغ کنید. برادر، قبایل به حرف بزرگانشان گوش میکنند، نه به حرف ما. چاره نیست. آیا مرا همراهی میکنید؟ با شما هستیم تا آخرین نفس خیش. ما همه آماده اجرای فرامین پیامبر خدا هستیم تا آخرین نفس. اورشلیم اوج فتنه ها اینجا خواهد بود. پس برادرم آبشالوم، شما در پایتخت بمانید و از آن محافظت کنید. جناب یوآب، شما به همراه پسرتان و نیروهایی که تحت امر دارید به زبولون بروید. بله سرورم. این خاندان در جنگ‌های پدرم همراه ما بودند. باشد که این بار هم ما را یاری کنند. جناب یشبعون، شما از مناطق جنوبی کشور محافظت کنید. آدونیا، شما بری‌ها در شرق بروید. احتمال می‌دهم اولین فتنه‌ها از آنجا آغاز شوند. سرورم، اورشلیم را از نیروها خالی می‌کنید. از این کار گریزی نیست. همگی شما نیروهای همراه خود ببرید. در صورت بروز اغتشاش در حفظ نظم و امنیت به کار خواهند آمد. جناب یوآب، لشکر به راه انداخته ای؟ آمدم تا با همرزمان قدیمی دیدار کنم.
ما را میپذیرید؟ خوش آمدید. ای مردم، ما در آستانه آزمایشی بزرگ قرار داریم. راه برای ورود اجنه و شیاطین به دنیای ما باز شده. تا به حال آنها می توانستند انسانها را وسوسه کنند، اما از این پس بر ما مستقیما اثر میگذارند. آنچه بدی و ناپاکی است بر ما هجوم میآورد، بارها قوی‌تر و شدیدتر از آنچه تاکنون بشر تجربه کرده است. خطری بزرگ در کمین ماست که هوشیاری همه شما را طلب می‌کند. اما بدانید کید شیطان در مقابل ایمان آدمی کارگر نمی باشد. پس بیایید محکم باشیم و خود را برای خالق خویش خالص گردانیم. درهای رحمت پروردگار همیشه به روی بندگان خویش باز است. پس از شما میخواهیم که تقوا پیشه کنید، از فرمان رسول خدا اطاعت نمایید تا از گزند فتنه ها و خطر شیاطین در امان باشید. تقوا و اطاعت از پیامبر خدا، این سلاح ماست، تنها سلاح. پس چرا نیامدند؟ 15 روز است که زنها و بچه های ما در التهاب پسر میبرند. از کجا به ما حمله میکنند؟ از دریا؟ از جنگل؟ یا از کوهستان؟ میگویند آنها همه جا هستند، همه جا. اجنه و شیاطین وجود ندارند، آنها در خیال و وهم شما پرورش می‌یابند، وگرنه به خودی خود جسمی ندارند. این شما هستید که با ارتکاب گناه آنها را در فکر خود پرورش می‌دهید. اصلا شیطان چیست؟ شیطان اعمال منفی شماست. شما قوم برگزیده اید، هیچگاه به انحراف نمیافتید. فقط از ما حاملان تورات پیروی کنید، نه کسی دیگر. این آخرین پرداخت منه. به قدر کافی به تو فرصت دادم. جناب معین شما کمک کنید. برای وامی که 1 سال پیش گرفتم مدام از من بهره طلب میکنه. این همانی است که شما دیگر توانی برایم باقی نمونده. نرخ بهره بر اساس رأی علمای یهود تنظیم شده است. تا به حال 2 برابر آن را از من ستاندند، ولی باز قرض من پابرجاست. من عائله‌مند و گرفتارم. این انصاف نیست. آخر این چه حکمی است؟ چه شرعی است؟ کی خدا چون این دستوری داده؟ ساکت باش. تو از شریعت خدا چه میدانی؟ چرا بیتابی میکنی؟ اگه واقعا گرفتاری به جناب معیر متوسل شد، اون بهره کمتری دریافت میکنه. خب از آن خودت باشه. دیگر خجالت بکشید. ببینید برادرم به خاطر سکه‌ای به من حمله کرده. ما که تا حال با هم اختلاف ما نشده بود، حالا مگر یک سکه چه ارزشی دارد؟ چه ارزشی دارد؟ میبینی از زمانی که این شهر به دست بنی اسرائیل فتح شد همواره در آرامش بود، اما حالا شما وحشت را بر مردم حاکم کرده اید و آنان بی جهت با هم نزاع میکنند. بی جهت نیست جناب یوئی، دشمن به ما نزدیک شده و شیاطین بر ما اثر میگذارند. این مردم به خود بیایید، ما در آستانه خطریم. دروغ نگویید، خدعه نکنید، حق یتیمان و فرودستان را ادا کنید، نکند حسد ورزید یا به مال دیگری چشم دوزید.
ربا نخوری، ربا نگیری تا شیطان نتواند شما را لمس کند. بیایید به خدای مهربان پناه آوریم و به درگاهش توبه کنیم. دین و زندگی قبیله افرایم در این شهر بر اساس کتاب خدا تنظیم می شود. قانون موسیٰست، نه حرف اینان. حرف آخر، هر یک از شما که اعتراضی دارد قبیله خود را ترک کند و از این دیار برود. همین. این مردم سالیان درازی است که به این نوع زندگی خو گرفتند. چرا میخواهید همه چیز را به هم بزنید؟ قابل تحمل نیست. این التهاب مردم را به شورش کشانده. دیگر نمیتوانیم قبایل را اداره کنیم. همه به سوی سلیمان کشانده میشوند. او تابوت عهد و قوای سحرآمیزی در اختیار دارد. بازگشت شیاطین همه چیز را در اختیار او قرار خواهد. نه، بازگشت آنها به نفع ماست. آلا؟ چه کسی این جادوگر را به اینجا فراخوانده؟ من او را دعوت کردم. در این شرایط از هر وسیله‌ای باید بهره برد. گوش کنی، سوزه هایشان را نمیشنوی. بزرگان و نامآوران جهان با قدرت آنان کشورگشایی کردند و افتخار آفریدند. نمرود، فرعون، چه تمدن‌های عظیمی به وجود آوردند. حال پس از چندین هزار سال به زمین باز خواهند گشت و قطعا خدمتگزاران خویش را فراموش نخواهند کرد. شما نیز اگر ثروت جهان را خواهید، اگر سروری بر تمامی ملل را می با آنها هم پیمان شویم؟ ما عالمان یهود مردم چه خواهند گفت؟ جناب آزار، از آن روز که سلیمان بر تخت سلطنت نشسته در انتظار درگیری جدی با او هستم. آنگاه که همچون پدرش به دروغ ادعای پیامبری کرد، ایمانم محکمتر و عزمم راسختر شده. اگر این موجودات بیایند، این جوان مغرور را در هم خواهند شکست. تقوا و اطاعت از سلیمان. آنچه خطرناک است اطاعت از سلیمان است و این باید نقطه شکست او گردد. وقتی کودکی بیش نبود، روزی میان صاحب کشتزاری و مردی که گوسفندانش شبانگاه زمین او را چریده و تباه کرده بودند منازعه‌ای شد. خداوند حکم آن را به سلیمان آموخت. داوود گفت دیدید او چه فضایلی دارد؟ اما مخالفان غوغا کردند که میخواهی کودکی را جانشین خویشتن کنی. پسرم با چشمان نافذ و تیزبینش به من مینگریست و من احساس میکردم که او خود را برای آینده‌ای سخت مهیا میکند. اکنون آن روز فرا رسیده است. میریام، من برای او میترسم. مادر جان، خدا با ماست و ما را تنها نخواهد گذاشت. آل داوود تربیت یافته برای چنین روز. من به پسرانم افتخار میکنم. امروز حالش چطور است؟ او را احساس میکنم هر روز بیشتر از روز قبل. بعد از مدت‌ها خداوند ما را مشمول رحمت خود قرار داده. از همکنون به او حسادت میکنم. احساس میکنم وقتی بیاید تمام توجه شما را به خود جلب میکنم. روزگار سختی را میگذرانید.
قبل از این هیچ پیامبری وارد چنین ماجرای خطرناکی نشده. آیا موفق میشویم؟ پروردگارا، مردم اورشلیم و شهرهای دیگر دوستدار شما هستند، اما از ایرادات کهن خویشم آیا در کوران حوادث سرافراز خواهند شد؟ چه شده؟ نمیدانم. چه میکنی؟ خداوند پناه ماست. سلیمان گفت با دعا و توبه به درگاه او میتوانیم نجات یابیم. در این شرایط تیزی شمشیر به کار میآید. آنها از مردمان قبیله ما هستند، آبرو دارند، رهایشان کن. آرام باشید. دیشب ندیدین چه گذشت؟ فقط مدتی از ایشان مراقبت میکنیم که اوضاع به صورت عادی برگردد. اینجا یک شهر نظامی نیست. جان زنها و بچه‌ها به خطر نیندازین. سربازان را از اینجا ببرید، وگرنه ما خود این کار را خواهیم کرد. جناب رئیس، به من کمک کنید تا بتوانم نظم را برپا کنم. جناب سلیمان، گوسفندان اینان محصولات 1 سال ما را از بین بردند. باشد برای بعد. فعلا مصالحه کنید. سوار شوید. سریعتر. عجله کنید. چه
چه شده؟ یک باره به راه افتاد. گویا به اریحا می رود. برادر التهاب به اوج رسید تا اینکه چند نفر به مردم حمله کردن، حتی به نزدیکان خویش. بیشترشون رو دستگیر کردیم. اینطور میتوانیم اصلا مراقبت کنیم. هر لحظه ممکن است یک نفر جناب سلیمان، ما ترسیده، کمک ما کنید. آمار این چه بلایی بود که من سرمان آمد. خدایا، ای تنها معبود و همه چیز من، ای همه کس و کار من، ای همه امید و مأوای من، ای که به جز تو پناهی ندارم، ناله و فغان خود فقط به درگاه تو می آورم تا تنها تو که خدای منی به نجاتم برخیزی. خدایا، از کرم تو بدور است که مرا با این حال نزار و تن نحیف در جنگ دشمن خونخوار رها فرمایی
تا این چنین بر من بتازد و آبرویی را که تو بر من عطا فرموده ای بر زمین ریزد. بار الها، دلهای ما را دوباره به نور ایمانت استوار گردان تا برای تو با دشمنان و شریران به جنگ برخیزیم و بر شیطان فائق آییم. این برادرتان بود که نمیگذاشت ما مردم را راهنمایی کنیم و آنان را بر ما میشوران. مسبب فاجعه‌ای که بر ما گذشت مشخص است. هیچ کس نصایح ما را نپذیرفت، هیچ کس خطر را جدی نگرفت. این جوان حتی در معاملات بازار هم دخالت میکرد. معاملات بازار؟ مقصودشان رواست برادر. این قبیله هرگاه برای هزینه دارو یا مخارج زراعت وامانده به ما پناه آورده و ما مشکلاتشان را حل کردیم. نکبت ربا را چه میکنید؟ نمیدانید این زندگی ها آلوده به مال حرام گشت و شران دامن این مردم را میگیرد؟ مال حرام؟ چرا به کاهنان شهر تهمت میزنید؟ شما که خود عالم به کتاب آسمانی هستید، بزرگان شهر شاهدن که ما جز حقمان چیزی از مردم طلب نکردیم. کدام حق؟ کدام طلب؟ فاجعه‌ای بزرگتر از این که علیرغم تعالیم موسی چنین گناه وحشتناکی را میان بنی اسرائیل باب میکنید و راه صلاح و رستگاری را برای همیشه برای ایشان میبندید؟ چه گناهی جناب سلیمان؟ ربا نمک ثروت است. رضایت وام گیرندان را حلال می کند بر اساس نوشته های تورات و مکتوب الهی. آن کتابی که به میل خود تحریف کردید؟ کلماتش را جا به جا کرده به نفع خود تغییر دادید؟ که گفته ربا و خوردن مال مردم حق شماست. شرم نمی کنید؟ نمیدانید این ثروت‌های حرام آتشی خواهد شد که از درون همه شما را خواهد سوزاند؟ ما با چه زندگی کنیم؟ بگویید از گرسنگی آواره شده با گدایی آبروی علم عالم را میان مردم کوچه و بازار ببریم. وای بر شما، وای بر شما که این علم اندک وسیله طغیان شما شده. حالا میفهمم که چرا خداوند ملکم را به شکل جسدی بیرون نشانم داد. از جلوی چشمانم دور شوید که در شما هیچ خیری نمیبینم. فردا به دنبال کسی خواهم فرستاد که از شما بسیار عالم‌تر است. کسی که علمش موجب انحراف او نشد. کوه‌ها جا به جا شوند، او جا به جا نخواهد شد. دنیا بلرزد، او نخواهد لرزید. دیروز خود را به یاد دارید. اکنون در دیگر شهرها وضع این چنین است. اگر دوباره جنون بر ما غلبه نماید، کسانی از شما که مطابقت حق نمودند از فتنه در امان ماندند. از این پس نیز راه همان است. خدا نگهدارتان. شما همراه ما نمیایید؟ شای آصف ابن برخیا سلیمان او را احضار کرده. کاری از دست او بر نمی آید. می گفتی طلسم مهلکی داری که سالها در حال تقویت آن هستی. منظورت چیست؟ تو خودت بهتر میدانی. سلیمان را بکش. نه، ممکن است به خود من برگردد. مرگ او ارزش این خطر را دارد. او را بکش. آره.
استادم میگفت علم جادو از سحره فرعون بجا که همراه کاروان موسی از دریا گذشته. این علوم نزد کاهنان مخفی و سینه به سینه گشت تا به نسل ما منتقل. او همیشه میگفت قوی ترین سر از با ارزش ترین قربانی است. بیچاره دست به کار شو، دست به کار شو. فرودایی دامای تیرای علاجه چه شده؟ مریم به راه ما ادامه میدهیم. برادر شما به اورشلیم بروید، ما به شهرهای اطراف میرویم. به امید خدا ماجرا رو مهار میکنیم. شای با چند نفر همراهیشون کنید. اطاعت. حرکت میکنیم به سوی عبرون. بالا!
خداوند به شما صبر دهد جناب سلیمان. ما مردم اورشلیم هم درد شما هستیم. همینجا بمان. تسلیت میگویم. از دست دادن عزیزان چه سخت و دردناک است. حال میبینید که گفته هایمان بیهوده نبود؟ اطرافیان و نزدیکان اولین طعمه خطرند. دشمنان شما حتی به زنها و بچه های بیگناه هم رحم نمی کنند. از این پس خونهای بسیار ریخته خواهد شد. چه خوب بود که پادشاه به این امر راضی نمیشد. از مقام و منصب دنیا کناره میگرفت، در گوشه‌ای به دین خویش میپرداخت و مسئولیت خطیر کشور را به ما. از دست دادن همسر و فرزند شما را به تجدید نظر با نمیدارد؟ حتما باید مادر، برادران و یارانتان به خون درغلتن تا خطر را درک کنید. چند نفر باید فدای جاه طلبی شما بشوند؟ چند نفر؟ بدان که هر شری به ما برسد آن را با خیری پاسخ می‌دهیم. تو به نابودی آل داوود قد علم کرده ای و من به نجات و رستگاری خاندان تو. مرا فرا خواندید، فوراً آمدم. شما رو که میبینم یاد پدرم داوود میافتم. متاسفم. دلم برای میریام اون طفل معصوم میسوزد. از دنیای ما جفایش مانند رسید. آنان وارد رحمت خدا شدند، در آن انوار محبت او. از این صخره مقدس راه نجاتی باز خواهد شد. در همین جاست که پیامبر آخر الزمان پیشا پیش تمامی پیامبران نماز گذارده و به معراج می روند. همین جاست که در زمان آخرین منجی از نسل ایشان پس از جنگ های نهایی ابلیس را گردن می زند. پس ملکوت خداوند بر زمین نور افشانی خواهد کرد. جناب سلیمان، پیک‌ها خبر آوردن مردم شهرهای بیت ویگا غیر حارس و تل رفیدیم توانستن بر فشار شیاطین غلبه کنند. جناب یشبعام و حزقیل سخت درگیرند. آدونیا پس از آرام کردن هبرون به سمت این فارس حرکت کرد. باید خود را به زبولون برسانیم. به خاطر داری این اولین زرهی بود که توسط پدرت داوود بافته شد.
شای سرورم، شما نزد برادرم بمانید. اطاعت سرورم. آبشالوم اورشلیم را به شما می سپارم و مادر را. مردم را به سفره و صخره مقدس بخوانید. بگویید زنها و بچه ها را پناه دهند. اطاعت. فکر نمی کردیم کار به اینجا هم برسد. بالاخره تکلیف ما چه خواهد؟ جناب یازار، ادامه این جناب یازار، چه باید کرد؟ گوش کنید. اکنون سلیمان عازم دورترین نقطه کشور است. این همان فرصت طلایی است که انتظارش را می‌کشیدیم. باید قبل از بازگشت سلیمان کار را یکسره کنیم. خدا بزرگ است. شهر حبرون به دست طرفداران ما افتاده. در مدخل شهر به چنگ ما افتادند. حرکت میکنیم. خوبی؟ خوبم. برویم یاران، سریعتر برویم. دانیال،
کشتارش. پروردگارا، این سرداران مرا وارد رحمت و مغفرت خود بفرما.
جناب عاشق، چرا؟ به خود بیا، از شر شیاطین به خداوند پناه ببر. من ناپاکم، دیگر امیدی به من نیست. نمیتوانم. تو میتوانی، به خدا پناه بیاور. پلیدی را از خود دور کن، از محبت خدا غافل نشو. خدا را صدا بزن، خدا را صدا بزن، تو میتوانی. خدا را صدا بزن. نمیتوانم. پیامبر خدا. آدمیا برادرم، سران قبایل و نظامیانشون به سمت اورشلیم حرکت کردن. اورشلیم؟ این اوضاع نتیجه کفایتی سلیمان است. حکومت باید به دست صاحب آن بازگردد. جناب یازار، فرمانده بنی اسرائیل. ای مردم، کلید نجاتتان در دست اوست، نه در دست مدعی دروغین پیامبری. جنگ برافراشته ای؟ آن هم در شهر داوود نبی که مردم با صوت روحانگیز و آیات دلنشین زبورش زندگی می کنند؟ جناب آصف، از چه رو طرفداری این خاندان غاصب را می کنید؟ اگر مرا به عنوان عالمترین قبول کردید، بدانید که این علم ودیعه‌ای گرانبهاست در دستان من. با آن پیامبر خدا را بشناسید و تسلیم شوید. اگر چنین نباشد علم نیست، ضلالت است. ای مردم، با پیامبر خدا نجنگید. این گناهی نابخشودنی است. در حذر باشید که زمان موسی نشود که چون بازگشت او از کوه تور به تأخیر افتاد با فریب سامری بر هارون شوریدند و گوساله پرست شد. جناب آصف راست میگویند. من شهادت میدهم که سلیمان پیامبر خداست. برگرد اسحاق، و این هم برادرش آبشالوم است، فرزند داوود نبی. ای مردم، بدانید که تمام قبایل با من پیمان بستند.
اگر تسلیم نشوید هیچ کدومتان زنده نخواهید ماند. آسف راست میگوید. چرا پریشانی؟ بزرگترین سلاح در اختیار توست. خدایا مردمم را از فتنه فتنه‌گران نجات بده. ای افسران و سربازان پرین خورده، من بزرگ لویان و نگهبان شریعت یهودم. حلال و حرام دینتان را من تعیین میکنم. من شما را به کتاب خدا فرا میخوانم. به این تورات دستور خداوند است، مکتوب الهی است که بر موسی نازل شده است. هنوزم با دین خدا می جنگید؟ ما با تورات نمی جنگیم. این بار با شیاطینی از انسان مواجهیم. هر چه سریعتر باید خود را به اورشلیم برسیم. اما سرورم همه افراد خستند و اسبان نیازمند اتراق. تا فردا صبح استراحت بدهید. تا آنجا چند روز راه هست. تا صبح. دشمن در لباسهای مختلف از هر سو حمله ور شده و در حال غلبه بر ماست. فاصله ها زیاد است. بدنم ضعیف و توانم اندک. خدایا چه کنم؟ پروردگارا دستم را بگیر. سلیمان، سلیمان، ای بنده خوب ما باد را مسخر تو قرار دادیم. از آن استفاده کن تا به امر تو هر کجا که میخواهی تو را ببرد. کشتی ها را به ساحل بکشانید. باید آنها را به هم وصل کنیم.
نترس بزرگ. برمیخیزد. سوار میشویم. سریعتر دوستان، سریعتر. الهی به امید تو
معجزات تو را میبینند ولی باز ایمان نمیآورند. گناه و لجاجت چشمانشان را تیره کرده و قلبهایشان را تاریک. عزم آن دارند که ریشه خداپرستی را از زمین براندازند. خدایا، ما را از مرگ در راه تو باکی نیست، اما می‌ترسیم که این فتنه‌گران ملکت را به فساد کشانند که تو این را نمی‌پسندی. پروردگارا، یک بار دیگر رحمت فرما و ما را نصرت عنایت کن که تو بهترین نصرت کنندگانی. ای سلیمان، برای مادی شدن اجنه و شیاطین آماده باش که ما به تو تسخیرشان را عطا کردیم و این توان پیوسته در انگشترت همراه توست.
شیطان منشأ تمامی شرارت ها و مهنت های انسان است. اوست که باعث جدایی میان ما شده. آیا وقت بیداری و توبه فرا نرسیده؟ وای بر ما! بدانید که به فرمان من از این پس در سرزمین ما اجنه و شیاطین دچار رخوت خواهند شد. لذا از این موجودات پست و حقیر نترسید، با رشادت بروید و همه را به بند کشید. سپاس خدایی را سزاست که پناه ما بی پناهان است، که اجنه و شیاطین را به انقیاد ما درآورد. اما بدانید که در پایان دنیا این موجودات به زمین باز خواهند گشت و باز فساد و خونریزی جهان را فرا میگیرد. صالحان به استغاثه فریاد برآورده تا خداوند یک بار دیگر دست قدرت خود برافرازد و نور پرفروغ ایلیا را بر ما نازل فرماید، تا همان گونه که اقوام عصیانگر پیشین را بشکست، تمامی شیاطین و شریران را نابود کند. کسی میآید که دریای رحمت است، منجی بشر است. پس صالحان وارث زمین خواهند شد و بهشتی برپا می کنند که در آن انسانیت به اوج شکوفایی خود می رسد. پس خدایا توفیقمان عطا کن به اعمال صالح، تا آنطور که تو دوست داری برای آن زمان خود را آماده سازیم، تا همه ما عبد تو باشیم، مطیع تو باشیم، برای تو باشیم و به سوی تو باشیم.